ماندن ما در دنیا کمه. وقتی صبح آمد منتظر شب نباش، وقتی شب آمد منتظر صبح نباش. خیلی ها طلوع خورشید رو دیدن اما غروب خورشید را ندیدن و خیلی ها غروب خورشید رو دیدن اما طلوع صبح بر آنها نیامد. زندگی دنیا بسیار مختصر و کوتاه است. ای که دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست. ای که دی رفت و فردا همچنان معلوم نیست. در میان این و آن فرصت شمار امروز رو. برای گذشته حسرت نخور، برای اتفاقات گذشته حسرت نخور، افسوس نخور و برای آینده هم نگران نباش. آینده هم در دست چه کسی است؟ الله رب العالمین. امروز الان که در دست شماست اینو غنیمت بدانید، اینو یک فرصت قشنگ و زیبایی بدانید. عبادت کنید، خوب باشید.